ولی در یوتیوب من میبینم دویم پختن طعام ها را نشان میتن، تیار کردن سلات ها را نشان میتن و مثال هر هنری که داره این کسبه. وقتی شما ویا برای دیگران تعلیم میکنین، در عوضش اگر به شرطی که همون یوتیوب مبلغی که برای شما جدا میکند حلال هیچ باکی ندارد. این یگان راه نادرست و راه مثال بگیم حرام نیست که شما از این چیز ترس داشته باشید. شما همچون همون هنری خودتان کسب خودتان که نشان میتین پس هیچ باکی ندارد. بهترین میشود که امروز زنهای امروزه خواهرای ما مقصد یاد میگیرن همون طرز طعام تیار کردن، طرز سلات تیار کردن. وزی میدونید که بسیاری از زندگی هایی که در همین تاجیک ما هست، یکی از سبب های با ویران شدن زندگی هم انمی کیبانو نبودن های. برای خواهرها و مادرای ما بسیار یک یاردم کلانه که در خانه ایستادگی اینترنت هم میکشاید، مثال هنر شما را می آموزه، پگاه در زندگیش با کار می آید. برای خوش به حالتون. حتی من بسیاری از خواهرها را می دانم که اونها را یک آدم یک محفل معرکه میکنه برای سلات، اونها را مثال بگیم با اصطلاح مثلا زکس میکنن، میارن او تیار میکنه، بین مهنت میکنه، با برآمدنش دا اهل خانواده با مبلغش میته برای خدمت کردگیش. البته درسته هیچی باکی نداره. چی این خیل بریم مثال مهنت کردگی مون بفروشیم، یا چی مثال یک آدم فرمایش ممکنه تیار کنیم، یا اینکه با طریق اینترنت از طریق یوتیوب مبلغش گرفتن بگی هیچی باکی نداره. حلال است، درسته.